سلام دوستان همراهان عزیز، من زهره‌ام، کارشناس ارشد روانشناسی از دانشگاه لیدز و متخصص کودکان و جوان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امروز میخوام برای اولین بار از اهمیت اینکه بازنگری در فرزندپروری چه تاثیراتی میتونه در آینده و سلامت فرزندان ما داشته باشه صحبت کنم. همونطوری که میدونید سبک فرزندپروری یک مهارته که مانند سایر مهارت‌های دیگه ما از طریق محیط یاد میگیریم، مثل دوچرخه سواری و رانندگی. نیاز به تمرین و ممارست داره و نکته مهم این که اگه روی اون کار نکنیم همون الگوهای اشتباه پدر و مادرمون رو در تربیت با فرزندانمون به کار میگیریم و این میتونه مثل یک سیکل معیوب به نسل بعد از ما منتقل پیدا کنه و این روند همچنان ادامه پیدا کنه و توی نسل‌های آینده. ولی اگه میخوایم یه روش تربیتی متفاوت را امتحان کنیم، نیاز به یک راهنما داریم که لحظه به لحظه بتونه با ما در ارتباط باشه و متدهای تربیتی جدید و مؤثر رو در اختیار ما بذاره. این که تو اینجا اومدی یعنی دلت میخواد این زنجیره معیوب رو بشکنی و یک سبک فرزندپروری متفاوت رو امتحان کنی. امیدوارم با هم بتونیم یه مسیر درست رو طی کنیم و ثمره اون رو هم ببینیم. مطمئن باشید که راه درست رو انتخاب کردید و خیلی خوشحالم که شما اینجا. خب بذارید با هم یه نگاهی بندازیم به روش‌های درمانی که ما داریم و برای کودکان و نوجوانان و گاهن خانواده هاشون ارائه میدیم. رده سنی که ما اصولاً کار میکنیم از سن 5 تا 18 سال هستش و 5 تا 12 سال بیشتر والدین محور هستن و 12 تا 18 سال بیشتر برای نوجوان ها. روش های والدین محورمون بیشتر روی دو روش درمانی کار میکنیم که یکیش استرس و اضطرابه که میتونه اضطراب تنهایی مانند جدا بودن از والدین باشه. یک کتاب راهنما هم همزمان با جلسات درمانیمون تدریس میشه. اگه کسی اسم کتاب را خواست کامنت بذاره تا براش بفرستم. یه روش درمانی خیلی موثر به اسم رفتار درمانی داریم واسه کودکانی که اختلال رفتاری دارن، بچه‌هایی که زیاد جیغ و داد میکنن، بچه‌هایی که نمیتونن با بچه‌های دیگه کنار بیان و کلاً پدر و مادر خیلی مشکل دارن با رفتارشون. من این روش رفتاری رو خیلی دوست داشتم و خیلی موثر دیدم. بیشترم برای بچه‌هایی هسته که از نظر رفتاری فکر میکنند که مثلا ADHD دارن یا مثلا بیش فعالی دارن. برای نوجوانان 12 تا 18 ساله 3 تا روش درمانی داریم. یک اختلال اضطراب و استرس، یک دوره 7 هفته‌ایه که توی مدرسه نوجوان ویزیت میشه و خیلی از کلاینت‌ها راضی بودن. روش درمانی که برای افسردگی داریم و از لحاظ علمی خیلی ثابت شده بهش فعالسازی رفتاری میگن یا behavioral activation. از طریق انگیزه انجام دادن فعالیت‌های متفاوت میتونن بر این احساس تهی و خالی بودن و تنهایی و غم چیره بشن. روش سومی که داریم و بهش اکسپوژر میگن مربوط به اضطرابه. ممکنه که بچه از یه چیز خاصی بترسه، ممکنه یه شی باشه یا یه حشره مثل عنکبوت باشه یا حتی از جمع‌های اجتماعی مثل اجتماعات شلوغ‌تر که ما توی این موارد اکسپوژر رو کار میکنیم. خب نمیخوام سرتون رو در بیارم، فقط خواستم یه چکیده‌ای از کارهایی که میتونیم در کنار هم انجام بدیم رو بهتون معرفی کنم. خب حالا تو بهم بگو فکر میکنی از چه سنی و با چه روش درمانی دوست داری شروع کنی؟ و خیلی ممنون که تا اینجا اومدید و اگه فکر میکنی که میتونه مفید باشه سابسکرایب کن و بفرست واسه مادر دوستای بچه ها یا معلم بچت.